نه، عکاسی تئاتر نه. اگه قراره به عنوان یک درآمد ثابت بهش نگاه بکنی و ازش به عنوان یک کار اصلی استفاده بکنی. سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم خیلی خوب باشین. من سمانم، اینجا کانال منه و امروز قراره همونجوری که از مقدمه متوجه شدین در مورد عکاسی تئاتر صحبت بکنیم و اینکه بریم به سمت این ژانر به عنوان یک کار اصلی یا نه، و میخوایم در مورد مزایا و معایبش با هم صحبت کنیم. پس اگر به این مطلب علاقه‌مندین با من تا آخر ویدیو همراه باشید. خب همونجور که گفتم امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که اصلا ما به عنوان یک عکاس میتونیم به عکاسی تئاتر به عنوان یک درآمد اصلی نگاه بکنیم یا نه. که من با این توضیح براتون شروع میکنم که بچه‌ها، عکاسی تئاتر همونجور که خود تئاتر ریشه در هنر داره و من متاسفم که بگم ما در کشورمون به هنر خب همتون میدونید دیگه چجوری نگاه میشه و تقریبا هیچ جایگاهی براش تعریف نشده. خب وقتی برای یه چیزی جایگاهی تعریف نشه، پس یعنی برای اون بودجه‌ای هم در نظر گرفته نشده، و وقتی یه چیزی بودجه‌ای نداشته باشه، یعنی عوامل و کسی هم که دارن توی اون هیته کار میکنن درآمد درست و حسابی نخواهند داشت. حالا یا براش تعریف نشده یا بهش نمیدن. حالا درسته که اخیراً خیلی از کارگردانا یاد گرفتن که یعنی توی این داستان مهارت کسب کردن که برای کارشون اسپانسر یا تهیه کننده میارن، اما وقتی که حتی این دو تا عامل، یعنی این فرد هم به عنوان تهیه کننده حضور داره، عوامل دستمزد درست و حسابی نمیگیرن. حالا یا ریشه در این داره که میخوان سود حداقلی خودشون بیشتر بشه، یا اینکه کلا برمیگرده به همون صحبت که من گفتم که خیلی تعریفی نشده که شما در حیطه هنر کار بکنید و درآمد درست داشته باشید. بنابراین اولین عیب عکاسی تئاتر که توصیه میشه به عنوان یک کار اصلی بهش نگاه نکنید، و چون گفتم دیگه ریشه در هنر داره و هنر هم خیلی تعریف درست و دقیق و اصولی مثل کشورهای دیگه تو ایران نداره و بنابراین خیلی نمیتونه برای شما درآمدزایی داشته باشه. بریم سراغ عامل دوم که به نظر من جزو عیبای عکاسی تئاتر حساب میشه و اونم این هستش که بچه‌ها ورود به عکاسی تئاتر یکم سخته، به خاطر اینکه اولا که آدم‌های قبل از شما وارد این هیته شدن و خودشون رو توی این ژانر جا انداختن و جای خودشون رو باز کردن، با کارگردان‌های مختلفی کار کردن دیگه، باهاشون تقریبا دوست شدن و خب اونا هر وقت بخوان کار بکنن اکثرا به اونا میگن، به اون عکاسای قبلی میگن. بنابراین ورود به عکاسی تئاتر به عنوان یک عضو جدید ممکنه یکم سخت باشه. به اضافه این که شما وقتی اولین باری که میخواید برید عکاسی تئاتر بکنید، خیلی باید روابط عمومی خوبی داشته باشید و خیلی باید شخصیت کاریزماتیکی داشته باشید که بتونید با روابط عمومی ارتباط برقرار بکنید و راه خودتون رو به سالن‌های تئاتر باز بکنید. اگر بلد نباشید، که سماجت نداشته باشید و بلد نباشید با آدم‌ها ارتباط بگیرید، اکثرا نمیتونید وارد بشید به این ژانر و خب این یکی از سختی‌های عکاسی تئاتر که ورود بهش خیلی آسون نیست، مخصوصا اون اوایل که آدم‌ها شما رو خیلی نمی‌شناسن و اعتماد لازم هم بهتون ندارن. به اضافه اینکه حالا وقتی بهتونم اعتماد بکنن، خیلی از کارگردانا بچه‌ها حالا یا یه قرارداد برای خودشون یا اینطوری میپسندن و سلیقه‌شون اینه که دوست ندارن از نمایششون عکسایی خروج پیدا بکنه و لو بره به عبارتی نمایش. به خاطر همین بعضی از تیم‌های عکاسی که اغلب هم نمایش‌های خیلی خوب رو روی صحنه میبرن، اصلا نمیذارن هیچ عکاسی به غیر از عکاس خودشون ورود بکنه و عکس بگیره و خب این یکی از چالش‌های شماست به عنوان عکاس تئاتر که ممکنه خیلی سخت بهتون اجازه فعالیت بدن، مخصوصا توی بعضی از صحنه‌ها و بعضی از تئاترها. این هم دومین چالش شماست و دومین سختی شماست که خب خیلی هم بده، یعنی ممکنه شما رو دل سرد و دل زده بکنه. یه پرانتزی مثلا باز بکنم بچه‌ها، من نزدیک به 10 ساله که دارم، 11-12 ساله که دارم عکاسی میکنم و نزدیک به 10 ساله که عکاسی تئاتر میکنم و بنابراین حرفایی که بهتون میزنم همه ریشه در تجربیات من داره و امتحان شده، هم توسط خود من و زندگی شده اینها و هم توسط همکارای من هستش که امتحان شده و همشون به این نکته‌ای که من میگم تقریبا رسیدن. بنابراین خیلی خوب میتونید بهشون استناد بکنید و تجربه کنید که حالا از تجربهتون استفاده کنید و خودتون شاید تجربهش نکنید.
خب بریم سراغ 2 تا عیبشو گفتیم تا اینجا و اینا مهمتریناش بود به نظر من. و یه عیب دیگه هم که داره اینه که بچه‌ها معمولا نمایش‌های تئاتر از عصر شروع میشه، یعنی از ساعت 6 و 7 عصر شروع میشه تا ساعت 11 12 شب ممکنه طول بکشه و میدونم که این قضیه شاید برای خیلی‌ها حل شده، ولی همچنان در بین همه ماها ممکنه که بعضی‌ها این چالش رو داشته باشن که خب مثلا نمایش تا تموم بشه 12 مثلا میرسن به خونه هاشون و خب تایم زیادی رو از شما میگیره. یه نکته دیگه که هست اینه که بچه‌ها شما درست عکاسی تئاتر معمولا عصرای شما رو و شبای شما رو به خودش اختصاص میده، اما خیلی از گروه‌ها و تیم‌ها هستن که دوست دارن شما توی تمریناتشون هم باشین و این ممکنه باعث بشه شما یه مقدار زیادی از تایمتون رو درگیر عکاسی تئاتر کنید و درگیر اون نمایش بکنید. حالا بماند که اون نمایش و کار کردن با گروه‌های تئاتری کلا میتونه به شکل پروژه‌ای دیده بشه و تفاوت خیلی زیادی هم با کار فریلنسری داره، چون شما وقتی کار فریلنسری می‌کنید میتونید چند تا پروژه رو همزمان بگیرید و هندلش بکنید، اما اگه کار تئاتر میگیرید نمیتونید همزمان سر 2 تا یا 3 تا اجرای تئاتر باشید، یعنی فشار عمده این کار روی خودتونه، نه اینکه نتونید ولی فشار خیلی زیادی بهتون میاد. به اضافه اینکه یه ایراد دیگه‌ای که عکاسی تئاتر داره اینه که معمولا اینجوریه که چون جنبه خبررسانی براشون داره، عکسایی که شما میگیرید و همون شب باید براشون ارسال بکنید. یعنی شما فرض بر این بگیرید که تا ساعت 11 12 سر اجرایی و میرسید خونه خسته و کوفته، باید تازه بریزید رم و خالی کنید روی هاردتون و تون تون ادیت بکنید و براشون بفرستید، چون اکثرا میخوان که همون شب یا نهایتا تا فردا ظهر دستشون باشه عکس‌ها، چون میخوان باش اطلاع رسانی و تبلیغات بکنن. این هم یه سختی دیگه است که شاید بر بعضیا چالش باشه و فکر کنم تا اینجا تمام معایبشو گفتیم. حالا بریم سراغ محاسنش. خب همونجوری که گفتم معایبشو گفتیم، حالا میخوایم بریم ببینیم که چه خوبیایی داره عکاسی تئاتر. بچه‌ها کفه ترازوی خوبیای تئاتر از بدیاش سنگین تره، خوبی عکاسی تئاتر، و الان براتون یکی یکی بازش میکنم. اولا اینکه اولین خوبی که عکاسی تئاتر در حق شما میکنه اینه که کانکشن سازی میکنه برای شما، یعنی به شما کمک میکنه در ساخت روابط بهتر. یعنی شما وقتی میرید سر یه نمایشی، عوامل اون نمایش، طراح لباس، طراح صحنه، کارگردان و بازیگرها، حالا یا بازیگر سینما یا تلویزیون و یا حتی اختصاصا تئاتر، فرقی نداره، همه اینها آدمایی هستن که معمولا روابط گسترده‌ای دارن و اگه شما بتونید شخصیت خوبی داشته باشید و بتونید با این ارتباط برقرار بکنید، میتونید در موقع مناسب از کانکشن‌های اینها و یا حتی حضور خودشون تو کارهای خودتون هم استفاده بکنید، حتی اگه ژانر عکاسی تبلیغاتی یا ودینگ یا هر چیزی باشه. بنابراین اگه بتونید با این آدما به سازش برسید و باهاشون دوست بشید و کانکشن درست بسازید، خب این یه شبکه سازی خیلی خوبه که اصلا مزیت کمی هم نیست و خیلی بزرگه، مخصوصا برای کسایی که تو اشل حرفه‌ای دارن کار میکنن. مزیت بعدی که عکاسی تئاتر داره اینه که شما رو در 2 بعد سرعت عمل قوی میکنه و 2 تا قسمت سرعت عمل شما رو تقویت میکنه. اولین قسمت سرعت عملی که براتون تقویت میکنه اینه که شما تو تنظیم 3 تا رأس مثلث نوردهی سریع میشید، یعنی شما در کمترین زمان با توجه به شرایط نوری که معمولا خیلی کمه و شما به هیچ وجه نمیتونید نور کمکی مثل فلش ببرید، تو اون عواملی که نور خیلی کمه باید بتونید با 3 تا فاکتور ایزو، سرعت شاتر و دیافراگمتون بهترین ارتباط رو برقرار بکنید در کمترین زمان، به خاطر اینکه هر گونه تعللی ممکنه باعث بشه که شما اون صحنه رو به کل از دست بدید. بچه‌ها تئاتری که داره اجرا میشه یک نوع لند آرته و یک پرفورمنسیه که اگه یک لحظهش بگذره دیگه نمیتونید عین اون لحظه رو دوباره تکرار بکنید. حتی خود کسی که داره تئاتر رو اجرا میکنه، خود اون بازیگر هم نمیتونه به شما دقیقاً همون صحنه رو بده، چون این خاصیت تئاتر هستش. اگه 100 بار هم تمرین کرده باشه و 100 بار هم همون صحنه رو سعی بکنه برای شما بازسازی بکنه، ممکنه دقیقاً اون اکت و اون لحظه رو نتونید ثبت بکنید. بنابراین سرعت عمل تو ثبت لحظه های تئاتر خیلی مهمه و از اون مهمتر اینه که شما بتونید 3 تا فاکتور اصلی مثلث نوردهیتون رو درست با هم تنظیم بکنید، چون در غیر این صورت یا عکستون اوور میشه یا لو میشه، یا اوور اکسپوژر میشه یا لو اکسپوژر میشه و کلا کارآمدی براتون نداره و عکس خوبی نمیتونید ثبت بکنید. بنابراین باید بتونید در کوتاه‌ترین زمان این 3 تا رو به درستی تنظیم بکنید و استفاده بکنید. سرعت عمل دیگه‌ای که به شما اضافه میکنه عکاسی تئاتر، قدرت تصمیم گیری در ثبت لحظه است. یعنی شما باید در کوتاه‌ترین زمان تصمیم
بگیرید که آیا میخواید اون لحظه رو ثبت بکنید یا نه. حالا برای این کار بعضی از عکاسای تئاتر یه راهکاری دارن برای خودشون تعریف کردن که اینکه قبلش معمولا میرن یه شب قبلش یا یه نمایش قبل از اون نمایش رو یه جلسه میرن میبینن و بعد با این حساب میدونن که هر قسمت کدوم اکت رو میخوان ثبت بکنن و روزی که میرن برای عکاسی عکسایی رو ثبت میکنن که لحظات خیلی جالبی رو توش دارن. حالا همیشه نمیشه این کار رو انجام داد. خیلی وقتا شما مجبورید بداهه عکاسی تئاتر بکنید و وقت اینکه برید اون نمایش یه بار ببینید ندارید. بنابراین باید بتونید در کوتاه‌ترین زمان درست‌ترین تصمیم رو بگیرید. این دوتا فاکتور که تقویت مهارت سرعت عمل شما هست خیلی فاکتورهای مهمیه بچه‌ها که اصلا نباید دست کم بگیریدش. چه این دوتا فاکتور چه فاکتور قبلی که شبکه سازی برای یک عکاس خیلی مهمن، مخصوصا اگه ژانرهای مثل عکاسی خیابانی، عکاسی مستند اجتماعی یا شهری یا حتی خبری کار میکنید. اینا عواملی هستند، نکاتی هستند که عکاسی تئاتر فقط میتونه بهتون اضافه بکنه و خیلی نکات ارزشمندی هستند. حقیقتا خیلی ارزش سرمایه گذاری داره. یه مزیت دیگه که حالا شاید کمتر به ذهن هر کسی برسه و عکاسی تئاتر برای شما داره، مخصوص کساییه که به نورپردازی تیزرهای تبلیغاتی یا حالا به نورپردازی سینما علاقه دارن و وقتی شما میرید بچه‌ها، حالا درسته که خیلی از صحنه‌ها و خیلی از نمایش‌ها نورای تخت استفاده میکنن و معمولا سواد نوری توشون نمیبینید شما، اما خیلی از نمایش‌ها هستن که کست درست و حسابی کارگردان آرتیستیه و برای هر کدوم از عواملش نیروی خبره خودش رو میذاره. اونجا شما با یک طراح صحنه خفن در ارتباطید، با یک نورپرداز خفن در ارتباطید و وقتی که میرید و با اون حالا تیم یا کار میکنید یا به صورت فریلنسر میرید که عکاسی بکنید، اون روزی که میرید برای ثبت لحظات توی ذهنتون و نمیخواد عکاسی بکنید، خیلی راحت میتونید این چیزو داشته باشید که اینها رو ببینید، دکور خوب رو ببینید، ترکیب بندی رو ببینید، رنگ و نور رو ببینید و تو ذهنتون ثبت بکنید و ذهنتون رو ورزش بدید که این عوامل بصری و عناصر بصری رو به خوبی بتونه ببینه، رفتارهای نور رو تجزیه تحلیل بکنه، آنالیز بکنه و تو خاطرش نگه داره. اینا برای شما که علاقه‌مند به نورپردازی تیزر و سینما هستید خیلی میتونه پله موفقیت خوبی باشه. گرچه که ممکنه کافی نباشه، ممکنه ماهیت این سه تا با هم فرق کنه، ولی میتونه بهتون توی رشد سواد نوریتون و رفتارهای نور کمک بکنه. بنابراین اگه نمایش خوب باشه، این پتانسیل شما رو روش کار میکنه که خیلی مزیت خوبیه و خیلی پتانسیل خوبیه. باز هم ارزش سرمایه گذاری رو داره. خب تا اینجا در مورد مزایا و معایب عکاسی تئاتر صحبت کردیم. حالا با هم میخوایم اینو جمع‌بندی بکنیم، ببینیم که چیا گفتیم و توصیه من به شما چیه در مورد این ژانر از عکاسی. خب توی جمع‌بندی بگم که ما در مورد مزایای عکاسی، در مورد معایبش و چیزایی که به شما اضافه میکنه و حالا سود احتمالی که براتون نداره صحبت کردیم، یعنی در مورد مضراتش صحبت کردیم و حالا من میخوام توصیه خودم به عنوان یکی از که 10 سال این ژانر رو عکاسی کرده به شما بگم. بچه‌ها من به عنوان یه شغل اصلی که شما بخواید به عکاسی تئاتر نگاه بکنید و انتخابش بکنید به عنوان اصلی ترین مهارتی که میخواین ازش پول در بیارین، به هیچ وجه این ژانر رو توصیه نمی‌کنم. نه من نه همکارام هیچ کدوم نتونستیم از راه عکاسی تئاتر درآمد خیلی خوبی داشته باشیم، اونم با توجه به شرایط اقتصادی الان ایران. اما به عنوان یه کاری که جانبی باشه، کنار کارهای دیگه‌تون باشه و ازش استفاده بکنید برای اینکه مهارتاتون رو ارتقا بده، به شدت توصیه میکنم. چون پتانسیلی که به شما اضافه میکنه اصلا پتانسیل کمی نیست و خب خیلی میتونه بهتون کمک کننده باشه، براتون خیلی میتونه مفید باشه. اما مثلا من توصیه‌ام اینه که با کسای مختلف کار نکنید، این کار رو به عنوان فریلنسر انجام بدید، به عنوان یک کار عشقی و دلی اما جدی که مثلا هفته‌ای 2 تا یا 3 تا عکاسی رو حتما توی برنامه‌تون بگنجونید، با این هدف که اون پتانسیلی که گفتم میتونه بهتون اضافه بکنه رو روشون کار بکنید و اگه با این هدف میرید سمت عکاسی تئاتر میتونه خیلی براتون آورده داشته باشه و خیلی میتونه کمکتون بکنه که بهترین استفاده رو از این ژانر عکاسی بکنید. فکر کنم خیلی مطالب خوبی توی این ویدیو گفتم، به درد کسایی میخوره که پیگیر این ژانر هستن و مطمئنم که کسی تا حالا در موردش ویدیو رکورد نکرده، بنابراین احتمال خیلی
بریزید، این ویدیو خیلی به دردتون میخوره. میخوام بازم ازتون خواهش بکنم لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید و زنگوله پیج رو هم بزنید که اگه هر زمان من ویدیو گذاشتم بتونید ببینیدش در اولین فرصت. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ببخشید من یه ذره حواسم پرت شد، این مکاخان همش تو ویدیو بود، همش این پشت مشتا بود و حالا اگه حواس پرتی هست به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه از ویدیو و بتونه بهتون کمک کنه. خیلی دوستتون دارم و شبتون بخیر باشه.